بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. محبت به خاطر الله متعال هم در دنیا ارزش دارد و هم در روز قیامت منفعت و عاید بسیار زیادی را برای انسان خواهد داشت. متاسفانه امروزه در دنیا محبت ها و دوستی ها بر اساس منافع مادی و دنیوی ترتیب داده می شود. خیلی اندکند اون کسانی که اساس محبتشون و انگیزه محبتشون با دوستانی که دارند، با رفقایی که دارند، خیلی کم هستند کسانی که اساس رفاقتشون رضایت الله متعال باشه. به خاطر الله متعال با همدیگر دوست بشوند و به خاطر رضایت الله متعال از همدیگر جدا بشوند. یعنی هم دوستیشان و هم جداییشان به خاطر رضایت الله متعال باشد. هر عملی را که در دنیا انسان مسلمان آن را برای الله متعال انجام بدهد، مطمئناً در روز قیامت الله متعال آن عمل را، پاداش آن عمل را به فرد مسلمان عنایت خواهد کرد. شما یک ذره نیکی در دنیا انجام بدهید، نیکی های شما گم نمی شود. اگر به خاطر الله متعال کاری رو انجام داده باشید، مطمئن باشید که روزگاری این عمل و پاداشش به شما باز خواهد گشت. الله متعال از شما سپاسگزاری خواهد کرد با ثوابی که به شما عنایت می کند. رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید که در روز قیامت الله متعال اعلام می کند: این المتحابون فی جلالی. کجایند آن کسانی که به خاطر من در دنیا با هم دیگر دوست بودند؟ الله متعال فراموش نمی کند که شما به خاطر الله با هم دیگر دوست بودید. صدا می زند: کجایند آن کسانی که در دنیا به خاطر من با همدیگر دوستی می کردند؟ الیوم اظلهم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی. امروز در روز قیامت با این گرمای شدید که همه نیاز به سایه دارند، من آنها را زیر سایه خودم جای می دهم. آری، کسانی که کاری را به خاطر الله متعال انجام دادند، الله هم خاطر اونها را به زمین نخواهد زد. روزی فرا خواهد رسید که ثواب این عمل را خواهند دید. یعنی این که دوستی کردن به خاطر الله متعال و دشمنی کردن به خاطر الله متعال یک عمل صالح و نیک شمرده می شود که الله متعال قطعاً تمامی اعمال صالح را که خالصانه برای الله متعال انجام شده در روز قیامت پاداششان را به انسانهای نیکوکار خواهد داد. من و شما امروزه که فرصت داریم، بیاییم بررسی بکنیم دوستی های من را، دشمنی های من را. با چه کسانی دوست هستیم، با چه کسانی قهر هستیم، با چه کسانی خودمان را پیوند دادیم، از چه کسانی خودمان را بریدیم و جدا شدیم. ببینیم که انگیزه ما چه هست. اگر به خاطر الله متعال هست، مژده باد به من و شما. قطعاً در روزگاری الله متعال در ملأ عام و در جلوی دید و چشم تمام انسانها من و شما را صدا خواهد کرد و به عنوان میهمان و
انسانهایی که ارزش و جایگاه خاصی رو دارند، الله متعال من و شما و تمامی کسانی را که محبتشان به خاطر الله بوده در زیر سایه خودش جا می دهد. امیدوار هستم که الله متعال به من و شما توفیق بدهد که دوستی و دشمنیمان فقط و فقط به خاطر الله متعال باشد. منافع مادی و منافع زودگذر دنیوی ملاک دوستی و دشمنی من و شما نباشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.